مثل فقرا زندگی نکنید. لباس نخریدن اسمش شور مالی نیست. خرج کردن برای خودت اسمش ولخرجی نیست. پول اگر خرج زندگی نشه ضد زندگیه. پس انداز کردن افراطی اسمش عقل اقتصادی نیست، اسمش ترسه. ترس از لذت بردن، ترس از خرج کردن برای خودت، ترس از زندگی کردن. هممون تو دوست آشناهامون کسی رو داریم که پولش از پارو بالا میره ولی 10 سال یه لباس رو میپوشه، 10 سال یه مسافرت خانواده‌اش رو نبرده، هر لذتی که تو دنیا هست رو از خودش محروم کرده که چی که دارم پس انداز میکنم، دارم سرمایه گذاری میکنم، ملک خریدم، واسه بچه‌هام میخوام پولمو سیو کنم. این آدما پول دارن ولی ذهنشون فقیره. پس هیچ فرقی با فقرا و نیازمندا نداره. اگر پول داری و خرج نمی‌کنی، عملاً بی پولی. ثروت وقتی لمس نشه وجود نداره. من کجال مهرپیما، مدرس کسب و کار دهه 80 ام. اگر نیاز به کمک داری صفحه منو دنبال کن.